سلام. اینم از سارا. روز دریاست. سرگاه سرحدی خاک. چی؟ سلام. فکر کنم حال خوبم میشه از رنگ آرایشم فهمید. با اینکه روزای شلوغیه و چیزای جدیدی رو دارم یاد میگیرم، خیلی حالم بهتره. خیلی دارم همه چیزو میبینم و این خیلی آرومم کرده. و یه چیز جالبتر که دارم برمیگردم به چند ماه پیش، یه سال پیش. فقط میخواستم بیام بیرون، تجربه کنم، چیزای جدید رو ببینم. دارم میفهمم اون موقع اوکی ویدئوی اون موقع حق داشت، ولی خیلی آسیب دید، خیلی چیزا رو تجربه کرد. توی خیلی از محدودیت‌ها و فشارها بود که جرأت فکر کردن به یک سری چیزا رو نداشت. و اگر الان مثلا اون بلند پروازی رو داره، باورش نمیشد اون تایم که یه روزی قرار این اتفاق بیفته. یعنی اینطوری هم که دوست ندارم به اون تایما فکر کنم، حتی اینجورم مهم نیست، اصلا نمیخواد بهش فکر کنی، گذشته و اینا. ولی واقعا خوشحالم و این یه درسیه که میتونم به خودم بگم به خودت یادآوری کن، هیچ وقت فراموش نکن اون روزا رو. و تو یه همچین روزایی رو داشتی، مطمئنم باز ممکنه که اتفاق بیفته با توجه به شرایط‌های مختلف و فشارهایی که ممکنه در پیش رو باشه. ولی الان خیلی خوشحالم اینکه فکرم بزرگتر شده، هدفم بزرگتر شده. من میخوام اینا رو یاد بگیرم که چقدر قرار شرایطم سخت باشه، چون میدونم قرار سخت باشه و این پروسه رو دوست دارم. این روزا دارم یه زبان جدید رو یاد میگیرم. این خودش یه چالشه. من که مثلا انگلیسی اونقدر حرفه‌ای نیستم، با اینکه تمام سعیمو میکردم که خوب باشم، یه سری منابع با توجه به چیزایی که خودم داشتم و مثلا یاد بگیرم. ولی این زبانی شروعیه، این که اوکی دیدی یه چیز جدید، تو میتونی، مهم نیست اصلا چقدر چجوری، تو میتونی و من مطمئنم تو یاد میگیری و اون چالشی که دنبالشی هم میتونه انجام بده. اینا چیزاییه که خیلی این روزا ذهنمو درگیر، ولی این درگیریه رو دوست دارم. فقط نیاز دارم یه کوچولو سازماندهیش کنم، توی یه روتینی بیفته که یه آرامشی بگیرم. یعنی آرامش اولیه رو گرفتم و اینجا یه آرامش دیگه بگیرم که بگم اوکی دیدی شد. یه از حس امروز